نه دیگه قنامش نسون شبدوف هم میدونم خب اسماعیل هم میدونم سکرا اپای خیرنیسا یوسفی میدونم خب کریف هم میدونم و دیگر رو بسیار اینجا معمولی برای که من خودم اینجا کار کرده که وقتش پردر میدونم همچی صورت دیگر یگان تصرف در حرم جمهوری تاجیکستان رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان این شکورجان ظهورов میباشد و از مجلس ملی این محمد سعید بایلوف مجلس نمایندگان 63 وکیل از 63 وکیل باید میباشد مجلس ملی از 33 اعضا انتخابات پارلمانی هر 5 ساله دایر میگردد که و انتخابات نهایی سال 2015 برگزار میگردد مدت وکالت وکیلان 5 سال میباشد دپوتات‌ها من مهمانم از منطقه نو روسیه آمدن چی کرده میشه نگونش دپوتات خیلی یکشان دپوتات است در جمهوری تاجیکستان که یکی از آنها شکورجان ظهورов این دپوتات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس نمایندگان مجلس دیوم دپوتات این بایدلوف این مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان این کسان سرداران دپوتات‌های ما میباشند خیلی دیگر شرط نیست در منطقه ما که چی زندگی میکنیم این ناحیه رو داکی میباشد که دپوتات محلی ما قادیروف شمس‌الدین میباشد نمیشناسم دپوتات‌ها روانتش هم دپوتات‌ها را نمیشناسم نه باور میکنی اهمیت نداره ما طرف او بگم روغو میشیم دپوتات خودمون و سیادوف عبدالقادر هست در طرف جای ما با هست شیرین و منو از سید و دپوتات ما خیلی خدمت میکنند چی کاری میکنند با خلق یادم میکنند دسترسی میکنند دیگه هاشا خانه میشستم به همون یادمشا ندیدم یگانتش نمیدونم محلیش هم نمیدونم دپوتات محیدین کبیری اسماعیل طلبک دپوتات محلی خود ما گلمراد و سنانبر از حزب خلقی دموکراتی نوحه عینی دپوتات شادی دولت شبدولف خب آقای کبیره میشناسم خب باز که میشناسم سهراب شریفا میشناسم آقای گلنظر کلیه میشناسم دپوتات محلی خودم من میشناسم